سلام، وقت بخیر. یه زمانی یه عکسی داری، مثلا حالا سوژهش میتونه مثل این عکس ماشین باشه یا آسمونی باشه یا یه لباس چیزی باشه و میخوای که فقط اون سوژه خاص، مثلا تو این تصویر فقط من میخوام رنگ ماشین عوض بشه بدون اینکه بکگراندم انگار تغییر شکلی داشته باشه. خب زمانی که تصویرت رو آوردی داخل فتوشاپ، هم با استفاده از کلید ترکیبی کنترل یو میتونی قسمت هیو سچوریشن رو برای خودت بیاری و هم اینکه از همین قسمت سمت راست، قسمت لایه هایی که هستش، این گزینه ادجاستمنت رو که بزنی اینجا هیو سچوریشن رو میتونی انتخاب کنی و تنظیماتش برات باز میشه. و زمانی که هیو سچوریشن برات باز شد، از این قسمت هند تول، این به اصطلاح دستی که هستش رو میزنی، اون سوژه‌ای که میخوای اون قسمتش تغییر شکل بده. من تو این عکس میخوام ماشین رنگ تغییر شکل فقط بده. من روی ماشین یک کلیک میکنم و بعد این رو تغییر میدم. با استفاده از این قسمت هیو سچوریشن شما میتونید رنگ اون سوژه‌تون رو، حالا میگم ماشین میخواد باشه، لباس میخواد باشه یا هر چیز دیگه باشه یا حتی رنگ آسمون باشه، میتونید رو تغییر بدید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا دیدار بعدی، فعلا خدا نگهدار.